امین حیایی، اسطوره‌ای که کسی تو ایران نیست که نشناسدش. سلام دوستان، امروز توی این ویدیو میخوایم در مورد رازهای زندگی امین حیایی صحبت کنیم. ما هممون اونو میشناسیم، اما آیا تا به حال چیزی در مورد جزئیات زندگیش، در مورد ازدواجها و روابطش میدونستیم؟ امروز با من همراه باشید که میخوام در مورد جزئیات زندگیش باهاتون صحبت کنم. امین حیایی در 19 خرداد سال 49 در تهران و توی یه خانواده 5 نفری متولد شده. پدرش دارای شغل آزاد و مادرش هم معلم بوده. اون یه خواهر و یه برادر به اسم امید داره و توی 21 سالگی تنها خواهرش رو بر اثر ابتلا به سرطان از دست داده. امین حیایی دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتره و مدرک تحصیلیش دیپلم ریاضی فیزیکه. اون بعد از انصراف از دانشگاه به خدمت سربازی رفته و کارهای هنری خودشو در مرکز هنرهای نمایشی عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش شروع کرده. ادامه ویدیو در مورد ازدواجها و روابطش میگم، پس ادامه ویدیو رو از دست نده. امین حیایی در سال 70 زمانی که بازیگر تئاتر کودکان بود مورد توجه ثریا قاسمی قرار گرفت و با معرفی ایشون اولین تجربه خودش رو با بازی در فیلم دو همسفر کسب کرد. اما فیلم به علت موضوع سیاسی به موقع اکران نشد و اون چند ماه بعد در فیلم دو روی سکه مقابل دوربین رفت. امین حیایی اولین تجربه بازی در تلویزیون رو در سال 72 با بازی در سریال آپارتمان به کارگردانی اصغر هاشمی به دست آورد و در سال 75 با ایفای نقش در سریال دو پنجره در میان مردم شناخته شد. امین حیایی یک بار با مونا بانکیپور ازدواج کرده که ثمره این ازدواج پسری به نام داراست که متولد 11 شهریور سال 76. اما زندگی مشترکشون دوام چندانی نداشته و مدتی بعد به جدایی منجر شده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایکش کنین. امین حیایی درباره داستان طلاقش گفته من از بچگی عاشق پیشه بودم و با افراد زیادی دوستی داشتم و دوست داشتم با اونا ازدواج کنم، اما همیشه در عشق شکست میخوردم. در ازدواج اولم حتی 1 سالم با همسرم زندگی نکردم و طلاق گرفتم. اما همونطور که گفتیم دارا حیایی حاصل این ازدواجه و به گفته خودش اوایلش مشکلاتی سر حضانت دارا با هم داشتن، اما هرچی که جلوتر رفتیم اعتمادمون به هم بیشتر شد و در نهایت حضانت رو به خانواده خانم دادم و خیلی هم خوشحالم که دارا با این خانواده و انقدر خوب تربیت شده. مادر دارا مونا بانکیپور در سریال خواب و بیدار و فیلم سینمایی خانه‌ای در شن بازی کرد، اما بعد از اون از دنیای بازیگری فاصله گرفت. مادر بزرگ دارا فرزانه داوری هم از بازیگران قدیمی سینما و قبل از انقلاب بوده. دارا در دوران کودکیش توی سریال مسافر پردردسر و امین و مینا ایفای نقش کرد، اما فعالیت خودش رو به صورت حرفه‌ای در کنار پدرش در فیلم شعله‌ور آغاز کرد. امین حیایی در 30 سالگی برای دومین بار ازدواج کرده. اون و همسرش نیلوفر خوشخلق در سال 79 با همدیگه آشنا شدن و این آشنایی منجر به ازدواج شده و اینطور که مشخصه دارا هم رابطه خوبی با نیلوفر خوشخلق داشته. این زوج توی فیلمایی مثل قلاده طلا، دایره زنگی و مانی و ندا و سریال خوب بد زشت با هم همبازی بودن، اما این ازدواج هم گویا به جدایی ختم شده. اگه میخوای افتخارات و جوایز امین حیایی رو بدونی آخر ویدیو رو از دست نده. امین حیایی در کنار بازیگری دستی در نواختن گیتار داره و در عرصه موسیقی هم چند قطعه خونده. اون در سال 80 اولین آلبوم خودش رو به نام بوی بهشت منتشر کرد و آلبوم باران رو در سال 85 با گروه کویر عرضه کرد. احسان خواجه امیری و امیر تاجیک از خوانندگان مورد علاقه امین حیایی هستند. امین حیایی به جز بازیگری و خوانندگی یه مؤسسه فرهنگی هنری برای استعدادیابی و معرفی بازیگران با استعداد و همچنین یک کافی شاپ زیبا و پرطرفدار به نام کافه وانیل داره. از افتخارات و جوایزش میشه به برنده تندیس حافظ بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن حافظ برای فیلم مزاحم در سال 82
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فجر برای فیلم شب در سال 86، برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم شعله‌ور در سال 96، دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد جشن دنیای تصویر و همچنین جشنواره منتقدان برای فیلم شعله‌ور در سال 97، تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد کمدی جشن دنیای تصویر برای ساخت ایران 2 در سال 98 و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای آخرین برف در سال 1400 اشاره کرد. نظر شما در مورد این بازیگر محبوب چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنین.